سمسم از دو تا هفت ارادت دارم واسه خوب داشته باشین. تارکت نمیزنم صحبت هیچ کنم از شما عزیزان نشنیدم. بچخ روز بعدی تارکت میزنم. نفر بعد. یکی بازی خوبه منم بگم صحبت تو رو نشنیدم. خوبه سه بگه صحبت منو نشنیده. خوبه چهار بگه صحبت سه رو نشنیدم. تارکت تو بزنه دیدم یکی رو میکوبم. آره شیشه رو میزنم خوشم میاد. متشکرم. نفر بعد. بازارت زیاده. خب اوکی آقا بنا میکنم دقتون توی روند بازی تارگت نمیزنه وای می حرفای بعد خودشو بفهمه. داش مگه میخوای فکت بیاری؟ آره اکسترا بده تا نفر بعد. همون 4 و 6 رو میذارم دوستان. یه سیت 4 که بعد خودمی فردا کل دیالوگا درباره اون 3 باشه. نکس. عزیزم شماره 3 بازی عشقم. دیالوگام برای چی باید رو تو باشه عشقم؟ من اول یکو میزنم یکم بغل دستیم 5 بازی رو میزنم. خب آقا 3 بازی انگار 2 نفر تو بازیه. اومده میگه من مافیام بعد میگه نه تو باید با 4 چین کنی. نفر بعد. آره داداش 3 اومده میخواد مثلا با من رفیق بشه پشت کارتم قایم بشه. داداش 3 بازی امروز اجماع بازیه. اون یکی رفیقش اومده گفته مافیاست قشنگ صداش نمیومد ولی میگفت نمیدونم اینجوری میومد. آقا من 1 و 5 دارم حالا شاید از این دوتا یه مافیام در بیاد. رو 3 هم هستم حالا بازی بچرخه. آقا سلام و درود خدمت عزیزان شما. خیر بازی خودش بشه سیده پنم آی سیده چهارمون حرفایی که به اون 3 زدی توضیح بازاد بود. به اون 3 دادی میدونی همین چهارتون رو محکم بازی همین اول بازی میزنم به اون 7 بازی به اون 3 هم میگم شهروند چون که به اون 4 زدی. متشکرم. نفر بعد. اکسترا من اول بده ساله داشت در با 3 توضیح میداد 3 تو شهروند ولی پاش من تارجت نکن من به تو برای دارم درسته. کل صحبت ها توضیح به اون 3 بود به خود 3 هم تارجت نداد. اکسترا من بده 2-1 تصمیم ممنونم. نفر بعد. 2-1 تصمیم گرفت برای این بقیه رو بذاره واسه فردا امروز هیچ بازی نکنه. سردست بازی بود تو انتظار داری سردست بازی پاش تو جیبش موز در بیاره بذاره رو میز. یکی فردا برای نره میکنیدش بیرون اون دو هم پاش فردا برای درست نره میکنیدش بیرون. دو تو بعد با پا میشین من یک کاری برای چی میذارم واسه فردا چه در مورد بقیه صحبت کرد. اون دو تا میتونه مافیا باشه اون چهار هم شوت پاهن هم میتونه مافیا باشه. حال ندارم بده بعد. به نام نامی که همه جفتم متکی مثلا سیتی چهارم دکتونم دونم چرا گیری یک نامو میکنه چهارم کل ترم در وست سنام حرف میزنه ولی تارگتاش که مسیری به سنام نداره. پنجم کل دیالوگاش فقط درباره چهارم دک بود. جنبندی فقط همین بود. بچرخه. شب میشه دوستان. روز میشه و شهر بیدار. آقا هم که مشکلتون تارکت مندم تارکت من شماره بازی 4 بازی فاکت 4 نمیخواد به از 2 8 بازی. آقا مشکلتون تارکت من بود که من تارکتمو زدم برای همین. متشکرم. نفر بعد. انتظار داشتم پاشه یکی در مورد من برای این داشته باشم دفاع ازش کردم. اما خیلی جالبه پاشین یکی رو فورس کنید بیرون. یکی بعد از 8 نفر از 7 نفر تصمیم گرفتی پاشی تارگت من انتظار داشتم اکسترا منو بده. متشکرم. نفر بعد. نت من ضعیفه. اون هفتم فقط شوت پایانه پاشد یه فکت آبدو خیالی واسه اون 5 بود بقیه فکتاش از اون شیشه کپی کرد در مورد اون شیشه هم برای نداره. اون هفته
کلا نیومد، از اول نیومد، حال ندارم. بله یکی بازی تو تارگتای هفته رو زدی، 2 4 رو زدی، چرا مسیر شهروندی به هفته نداشتی؟ یکی بازی شد فهمی. آره امروز تکرار میکشم زیر خودت. آره اینم پنج باز چهار صد مافیا. تارگتای هفته من 4 بود، برای چه مسیر شهروندی به هفته ندادی ها؟ یکی بازی اینجا فورس مافیا. آره میکشم زیر تا. ممنونم. نفر بعد. خب من ولش کردم. اوکی دوستان من که قطعی شهروند شدم. های درباره شما نداشته. اون یکی قرار بوده امروز براینداشو بیاره ولی براینداشو نیاره. اون سر رو میخوای شهروند کنه، اون 4 رو مافیا کنه، بین 2 و 4 چین بندازی. شما باید نفر بعد. این همه حرف زدم داشت من کل فکتامو تو ترنم آوردم بعد میگی صدات نمیاد. از این زندگی لفت میدم. آره آقای سیت شهر شما تصمیم گرفتی دیالوگ نکنی درباره اون سیت 3، پس عملا شما کارت به اون 3 باختی. آره آقای سیت 6 فکتی که تو ترنم آوردم و بازم هم میارم تو چالش هم میارم. ما وقتی اون 4 آره 4 هم که میشه 500 ثانیه صبر کن اون 4 بیاد بره. شما وقتی پا میشی اون بین 2 و 4 چین میذاری به اون 4 میگی مافیا، بعد سر رو شهروند کنی. چرا؟ چون اون 3 هم با تو هم برایم بوده. اون 4 چی میگی؟ تو کلا باگی داری میمیری. آخه نیت من رفت. بذار اینو یه لحظه ببندم. بعد نفر بعد. خب آقا من با اینکه اکسترا منو گیره بوده، من بین همین دوتا چینم در میارم. اون یکی که بعد روز معارفه یه تارگت میزد، خب بهش هم گفتیم آقا فراینداشو گذاشته برای فردا آمده جختی خرش شسپور گذاشته گفته 2 و 4 رو من چی تارگت میزنم. تموم شده رفت. این از این. شماره 4 بازی خورده بدی از اون 3 گرفت. یه مایک هم بده اول به اون 4 بعد بدش. ممنونم. نفر بعد. عزیز من مشتری دارم، حالا رامین میزنم یه چالش بده. خب آقا اینم ببین این 4 کارتشو به اون 3 باختی، یعنی دیگه بازنده میخواد خودشو حساب کنه در این بازی دیگه. درسته؟ این از یه فکت. دومین فکتش هم که اصلا اون 4 گفته آیست سنا شما اگه شهروندی سمت کارت بند نیا، یعنی به 4 داره توضیح واضح میده. یعنی میدونی منظور من چیه؟ بین همون 4 1تون اگه میخواید اجماع کنید به نظر من بین 4 1 یا اجماع نکنید تا ساید 2 نمیدونم که هر جور خیلی صدا من داری؟ من نتم ضعیفه، صدا خیلی تو هم نصف داشتم. هفته تو فقط پاشید یه فکت آبدوخیاری واسه اون 50 آوردی، درسته؟ فکت آبدوخیاری واسه اون 50 آوردی، بقیش از اون شیشه کپی کردی، درسته؟ نمیدونم بین اینا یه دون در میاد. من برای این نداشت اون باشه داشت دفاع کرد رو موزش سوار نشد. یک چیزا منو بوده پنده بات وای میسادی. نفر بعد. دمت گرم. شهروندتم آقا. آقای سیت 4 شما توی روند بازی برایند وارد بازی نمی‌کنی. آقای سیت 6 شما که تو در و دیوار تقریبا مسیر متشکرم. نفر بعد.
شیشان نه، حرفای تو کپی نکردم. بله 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 بله. شیشان بلند شده با کارت نقش انگار مستقلی بعد 4 نفر فک میاره. آره دیگه، بعد 4 نفر اگه کارتشو یه لحظه. نفر بعد. آقا یک ساعت یک سر بده بازی در هم شده. چی شده اصلا؟ آیده وایسا، اجماع امروز فکر نکنم بکن، اصلا اجماع نکنید. این از این شهر گمراه، اگه هم اجماع کنیم گمراه تر میشه. این از نظر من. یک سرا بده اول به اون هفته بده. داده سر شیشه رو بخون خارج شد. شیشه رو آقا نمیخوام اکسر بردار. ذات چرچی آقا امروز اجماع نداریم، شهر گمراهه. ببینم ساعت 6 در میاد. اوکی این از این. حالا فردا دیگه صحبت ها کامل تر میشه دیگه. دمم اوف ست دمت که بچرخ دمت بشک. شروع رأیگیری.